اسماعیلی ها مسلمان نیستن. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کسی که کافر رو کافر ندانه، کسی که مشرک رو مشرک ندانه، خودش کافر و مشرک میشه. ما نمیگیم فلانی کافر است فلانی مشرک است. کسی که یهودی رو یهودی ندانه، بگه نه اینا یهودی هستن اما خوب مردمای خوبی هستن. خوبی فرق میکنه. خوبی از نگاه اخلاقی، از نگاه اجتماعی گفتن اوکی، مشکلی نیست. در بین یهود و نصارا هم انسانهای خوبی هستن. اسماعیلی ها مسلمان نیستن. اسماعیلی، کسایی که مذهب اسماعیلی دارن، اینها مسلمان نیستن. خیلی از اعتقاداتشان اعتقادات کفری است. اعتقاداتشان، اینجا داخل پرانتز باید، اعتقاداتشان اعتقادات کفری است و این اعتقادات رو، اعتقادات اسلامی دانستن، آنها رو مسلمان دانستن، این طرف مشکل داره، مشکل اعتقادی داره. کسی که در مقابل ذات اقدس الهی افکار عجیب و غریب داره که فعلا جاش نیست در این برنامه که من بخوام توضیح بدم. بارها صحبت کردیم در مورد اینها و در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد همسران پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اعتقادات کفری دارن، اونها مسلمان نیستن. و به همین دلیل ما باید در این مسائل اهل مجامله نباشیم که والا نه اشکالی ندارد، اینها برادران مسلمان ما هستن. نه خیر، برادران مسلمان ما نیستن. ما نمیگیم اونا رو بکشید، بخورید، بزنید، بسوزانید. نه، در کنارشون زندگی میکنیم، همزیستی مسالمت آمیز به اصطلاح داریم با همراهشون. اما این به این معنی نیست که ما بیایم مجامله بکنیم، به اصطلاح امور دین خودمون رو، اعتقاد خودمون رو زیر پا بگذاریم. کافر کافر است، مسلمان مسلمان است، مشرک مشرک است و هیچ وقت مشرک مسلمان شده نمیتواند، هیچ وقت کافر مسلمان شده نمیتواند. و این شعارها شعارهای باطلی است که متاسفانه بعضی از علما و دعوتگران شعارها رو میدن که نه اینها برادران مسلمان ما هستن و فلان هستن. نه خیر، هیچ برادری مسلمانی وجود ندارد. اوکی، هموطن ما هستن، در کنارشون زندگی میکنیم، به مالشان به جانشان حق تعرض نداریم. اما لکم دینکم ولی دین، اونا دینشون، ما دینمون. اونها هیچ وقت اعتقادات ما رو نمیپذیرن و ما هیچ وقت اعتقادات اونها رو نمیپذیریم.